خبرنگار افتانومه تاجیکستان و سامانه پریس تیجی از یگانه زندان زنانه تاجیکستان که در شهر نورک جایگیر شده است دیدن نمودند. با زنان محبوس و مسئولان این زندان هم صحبت شدند. مؤلفان مقاله عثمان رحیمزاده و حفیظ الله طاهری می نویسند وقتی کس از نزد این زندان گذر می کند در ذهنش سوال پیدا می شود زن تاجیک را چه به زندان می آورد؟ رابعه علیمووا سردار زندان زنانه نورک می گوید حالا در این محبس 237 زن ادای حکم می کنند. درختی مکر زن صدریشه دارد. می گوید رابعه علیمووا در میان این زنها نباید همه را بیگناه دید. بعضا شاید از نادانی یا جهالت به جنایت دست زدند اما ندانستن قانون از جوابگری آزاد نمی کند. ما اینجا زنان را که 237 نفرند به گروه ها تقسیم کردیم. زنی که 4 فرزندش را کشته بود مادرش هم جنایت های وزنین را صادر کرده است. ما آنها را سخت نظارت می کنیم. بعضیش از سوریه و دیگر دولت های جنگ زده برگشتند. خبرنگاران در محبس نورک با نزاکت طاهر و ساکن جماعت دهات اوریان نویه کوشانیان که سال 2020 با بیرحمی مخصوص فرزندان 2 5 8 و 10 ساله خود را کشته بود نیز روبرو شدند. به هر سوال خاموشی را اختیار میکرد اما نگاهش خیلی خشمگین و گویا با شعر می جنگید. می نویسند مؤلفان و اما سیاد فیض‌الله که معلومات عالی و 12 سال سابقه آموزگاری دارد بر اساس ماده 307 برای اشتراک در یک اعتراض در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو محکوم به زندان شده است. شوهرم در روسیه بود. دعوت کرد با فرزندانم رفتم. این دوره پاندمی کرونا ویروس بود. کار زندگی نهایت وزنین بود. برای گرفتن سغورته طبی فرزندم به سفارت تاجیکستان در روسیه رفتم. اول چند بار تلفن کردم. گفتند که آنها نمیدهند. خواهش کردم که اقلا کمک کنند. چند روز سرسام شدم. نوبت‌پایی آدمان زیاد نزد سفارت بود. یک روز نزد سفارت گردی همایی شد. رفتم مجبور شدم که شکایت کنم. کسی این شکایت را به نوار گرفته در اینترنت گذاشته است. بعد این مرا دپورت کردند. وقت بازگشت به دوشنبه دستگیر کردند. گفتند که تو نسبت به وطن خصومت بدبینی داری و برای برانگیختن کینه و عداوت عیب دار هستی. سود با این مرا گناهکار دانسته روانه زندان کرد. هرچند در طولور سود گفتم که هیچگاه نسبت وطنم بدبینی خصومت ندارم و از این کردارم پشیمان هستم. اعتبار ندادند. البته آدمان افراطگرا هستند ولی من از این طایفه نیستم. نباید در دل ما خصومت را جای دهند. اگر خصومت می داشتم بگذار مرا 100 سال روانه زندان میکردند. نقل کرده است این محبوس. سیاد فیض‌الله و 2 فرزند داشته است که حالا در نزد خوشدامنش بودند. گاه پدر و مادرم با فرزندان خبرگیری می آیند. من به طالب علمان همیشه از دوستداری وطن حرف می زدم. اکنون چی؟ الان باور است. من طریق کوت پرزیدنتی دانشگاه را ختم کردم. اولین گیرنده کوت پرزیدنتی در سال 2000 هستم و اما بیشتر محبوسان زندان نورک برای جنایت‌های به قبل اقتصادی زندانی شدند. از جمله مرحبا خوجای و آموزگار سابق دانشگاه آموزگاری تاجیکستان که حالا در محبس مسئول کتابخانه است نقل کرده است که در کافدرای اتیک و استتیک به صفت متدیست کار میکرد. از بس که با معاش کم در پیش بردن زندگی اذیت میکشیدم خواستم تجارت کنم. با فایز از همسایه ها قرض گرفتم. از ترک لباس های کودکانه می آوردم و در بازار کاروان می فروختم. کارم آمد نکرد. خانه رو فروخته پول رو با فایز به صاحبش برگرداندم ولی زبان خط نگرفتم چون که همسایه ام را می شناختم و به او باور داشتم. پس از چند مدت دعوا پیش آورد که پولش رو با فایز برنگرداندم. فرزندانم گفتند که صبر کنند برمیگردانیم ولی راضی نشدند. همگی 3 روز مهلت دادند. سرنوشت چنین بوده است که با حکم سود محبسی شدم. افسوس اثبات کردن نتوانستم که قرض را برگرداندم. سعادت فاضل و یک طبیب از دوشنبه مادر 4 فرزند که پیش در مرکز تشخیص طبی وزارت تندرستی کار میکرد نیز برای 15000 دلار قرض به زندان افتاده است. معاشم همگی 1200 سومانی بود. برای زندگی کفایت نمیکرد. مجبور شدم که به تجارت رو آورم. از استانبول لوازمات خانگی پایافزال زنانه آورده در خانه میفروختم. در بوران سال 2016 ضرر دیدم. از مردم پول را با فایز میگرفتم. از لمبرد هم قرض گرفتم. هم طلا سوخت و هم قرضدار شدم. چون که فایز بلند بود نهایت در قرض ماندم. کم ترش را فرزندانم پرداخت نمودند ولی باقی ماندهش را نتوانستم. خانه را فروخته یک قسم قرضم را سپردم. حالا فرزندانم اجاره نشین هستند. در سود 9 سال دادند. 2 سال و 2 ماهش سپری شد. این زن میگوید از شرایط معبد شکایت ندارد.
ولی از همه سخت برایش این است که از فرزندان جدا هستیم. مشکل است، زنده جداییم.